همه مسی و رونالدو و نیمار رو میشناسن، اما امروز میخوایم در مورد بازیکنایی صحبت کنیم که به فوتبال روح میبخشیدن، کار تیمی انجام میدادن و از فوق ستاره‌های دنیای فوتبال از دید مربی‌ها و تحلیلگرا بودن، اما اونقدری که باید به چشم نیومدن و اسمشون تو رسانه‌ها مطرح نشد. تو این ویدیو میخوایم 5 تا از آندرریتد ترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال رو بررسی کنیم و بگیم که به چه دلیلی انقدر اسمشون مطرح نشد و چقدر فوتبالیستای فوق‌العاده‌ای بودن. چی میتونه از فوتبال جذاب‌تر باشه؟ قطعاً هیچی. من محمد نیکمرام هستم و اینجا کانال فوتی استاره. تو این ویدیو میخوایم در مورد 5 تا از آندرریتد ترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال صحبت کنیم. اما قبلش خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنی و اگه هنوز کانال منو دنبال نکردی همین الان دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارشو بزن، چون به صورت روزانه ویدیوهای فوتبالی توی کانال قرار میگیره. نفر اول لیست ماکلله است. اون از رئال رفتش و اونا دیوید بکامو به جاش گرفتن و خط میانیشون رو نابود کردن. ماکلله اونقدر تاثیرگذار بود که زیدان در موردش میگفت ماکلله سوخت تیم ما بود و ما بدون اون مثل یک فراری بی بنزین بودیم. ماکلله اونقدر هافک دفاعی رو خاص بازی میکرد که امروز توی فوتبال یه نقشی به عنوان نقش ماکلله وجود داره و به هافک‌های دفاعی میگن اون رو به عنوان یک الگو برای خودتون قرار بدید و کارهایی که اون انجام میداد رو سعی کنید بتونید توی زمین انجام بدید. اما الان توی لیستا و اسامی اونقدری که باید اسمشو نمیبینیم و یکی از بهترین هافک‌های تاریخ فوتبال به این شکل از دیدها خارج شد. نفر دوم لیست برباتوف هستش، یه مهاجم آروم، خونسرد ولی بسیار خطرناک. شاید اونقدری که باید نمیدوید و اون پرس و فشاری که فوتبال روز دنیا میطلبید رو انجام نمیداد، اما هوش و موقعیت یابیش اونقدر قوی بود که بتونه برای خودش موقعیت‌های زیادی درست کنه و گل‌های فراوانی بزنه. برباتوف توی تاتنهام فوق‌العاده بود و توی منچستر هم خیلی خوش درخشید. فرگوسن در موردش میگفت برباتوف پاسهایی رو میبینه که بقیه حتی تصورش هم نمیتونن بکنن، اما به هر حال با سیستم روز دنیا خیلی تطبیق نداشت و به نوعی بازیش اونقدری که باید به چشم نمیومد و خیلی ساده از یاد و خاطره مردم رفتش. نفر سوم لیست گوتی هستش. گوتی بازیکن فوق‌العاده‌ای بود، اونقدر خلاق بود، اونقدر کارهای عجیب انجام میداد که بازیش چشم نوازترین بازی بین اون همه ستاره توی رئال مادرید بود. اما یه مشکلی داشت، بازیش خیلی سینوسی بود. یه روز فوق‌العاده بود و بهترین بازیکن زمین بود و یه روز اصلاً عملکرد مناسبی نداشت. اون نمیتونست احساساتش رو خوب کنترل کنه و اجازه میداد که روی فوتبالش تاثیر بذارن و ما رو از دیدن فوتبال نابش به مدت طولانی محروم کرد و امروز اونقدری که باید به اسمش بها داده نمیشه و گوتی که یکی از بااستعدادترین بازیکن‌های تاریخ بود، حتی میشه اسمش رو در کنار رونالدینیو گذاشت با کارهای فوق‌العاده‌ای که با توپ میکرد، امروز اونقدری که باید بهش بها داده نمیشه و یکی از آندرریتد ترین بازیکن‌های تاریخ فوتباله. نفر چهارم این لیست ریکاردو کارشما هستش، یه بازیکن فوق‌العاده که همه ما اونو میشناسیمش به خاطر گل فوق‌العاده‌ای که به تیم ملی ایران زدش. نوع بازیش، نوع راه رفتنش و نوع حرکاتش توی زمین با همه بازیکن‌های دنیا فرق داشت. یه طوری با بیرون پا به توپ ضربه میزد که همه دهنا باز میموند و همه محصول تکنیک فوق‌العاده‌اش بودن. هیچ بازیکنی به خوبی کارشما نمیتونست بیرون پا ضربه بزنه. سانتر رو با بیرون پا انجام میداد، ارسال‌های تیز رو با بیرون پا انجام میداد، گل‌هاش رو با بیرون پا میزد و اصلا یک سبک جدیدی از فوتبال بود و هیچ کس نمیتونست به خوبی اون فوتبال انجام بده. اما خیلی درگیر مسائل حاشیه‌ای بود، نمیتونست احساساتش رو کنترل کنه و 100% نظم و تفکرش رو روی فوتبال بذاره. به همین دلیل شاید اونقدری که باید توی فوتبال رشد نکرد و به اون حقی که داشت نرسید. خوشحالم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. اگه از ویدیو خوشت اومده با لایک کردنش کمک زیادی به من میکنی و تو هم توی کامنت ها چند تا از بازیکن‌های آندرریتد توی فوتبال که به حقشون نرسیدن و نام ببر. اگه هنوز کانال من رو دنبال نکردی همین الان دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارشو بزن، چون به صورت روزانه ویدیوهای فوتبالی توی کانال قرار میگیره و تا ویدیوی بعدی فوتبالی بمون. فعلا.